آیا تا به حال در مورد نابود شدن زمین چیزی شنیدید؟ در مورد حمله موجودات فضایی چطور؟ یا ذوب شدن زمین توسط خورشید؟ واسه فهمیدنشون تا آخر ویدیو همراه ما باشید. سلام، اینجا دانستنی جهان قراره بتره کنیم با هم دیگه. پس بریم که بتره کنیم. سلام و درود به خانواده چنل دانستنی جهان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم در مورد موضوع نابودی این کره خاکی. یکی از چیزهایی که قطعا به ذهن شما خطور میکنه نابود شدن این کره خاکی توسط موجودات فرازمینی هستش یا موجودات فضایی. همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید، میلیاردها میلیارد کهکشان در این دنیا وجود داره و از این میلیاردها کهکشان تریلیاردها سیاره وجود داره و خب قطعا میشه احتمال داد که موجودات دیگه هم در این دنیای پهناور زندگی میکنه، اما این یک احتماله. دومین چیزی که شما رو معکوس میکنه به نابودی زمین، نابود شدن اون توسط شهاب سنگ هستش. قطعات در حال حرکت یا خرد سیاره ها. ممنون میشم که این ویدیو رو تا اینجا لایک کنی اگه دوست داشتی. البته واقعا چیزی نیست و نترس. اما اون هم یک احتمال بود. اما چیزی که تا حالا 100% شده، این لایک رو بزنید، 100% شده نابود شدن زمین توسط خورشیده که حدود 5.5 میلیارد سال دیگه قطعا نابود میشه و زمینی دیگه نخواهیم داشت. اما یک تخمین هایی هم زده شده که طی چند هزار سال آینده این خورشید با امواجی که از خودش منتشر میکنه میتونه زمین رو گرم کنه و اینکه دیگه قابل سکونت نباشه و نشه در این کره بسیار زیبا زندگی کرد. آیا به نظر شما قراره کره زمین هم مثل دوران دایناسورها این شکلی نابود بشه؟ البته این خورشیده که عوامل مهمی داره. آیا این کره بسیار زیبا قرار نابود بشه؟ آیا جاهای دیگه ای را هم میشه مد نظر قرار داد؟ مثلا سفر کردن به جاهای دیگه مثل مریخ، یا از این میلیاردها کهکشان میشه رفت جاهای دیگه، یا ارتباط برقرار کرد با این موجودات فرازمینی و موجوداتی که میشه گفت خطرناک یا خوب. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین و یک سوال میخوام ازتون بپرسم. سابسکرایب کردن چنل ما فراموشتون نشه. خیلی ممنونم. یک سوال: آیا به نظر شما زمین تا چند سال دیگه نابود میشه؟ از میلیون ها سال دیگه یا چند هزار سال؟ خدا نگهدار.